به نام یاد خدا، عرض سلام احترام دارم خدمت یک شما دوستا. امیدوار هستم همه تان جور و صحتمند و سری حال باشین. عزیزا، امروز جمعه است و 17 جنوری. بازم همدوم که جریان کار بخششم گزارش ده یک نوم بیگای روز دوستا. دیگه امروز کار اسکاتور نداشتیم. دیگه خواستم که ساحایی که دیروز کار کرده خاکپوریش ده و آوارکاریش ده بخششم تصویر نشان بدیم در گزارش امروز. و امیر هم فعلا هم در ساحه آبورده هستیم که کارگری که انجینر صاحب ده اینجا خلاصه گفته کار کو دیگه حدود 6 روز یا 7 روز مشغول کاره. دیگه آخرین ویدیو دیروز بگاش گرفتیم. دیگه فعلا در این ساحه کار کرده، ساعتی که کار کرده یا چقدر کار کرده بخششم در تصویر نشان میدیم و من خواهم امرایش مصاحبه مونیم. دیگه باز موریم طرف ندگلی بخیره در اونجا باز بخششم تصویر میگیرم که اسکاتورها چقدر کار کرده. شما ما رو تا آخر همراهی کنید. دوستان این ساحه را کار کرده. دیگه کاکای اینجا هم قطبیل قسوک ده انداخته در این طرف. دیگه اینی وسط سرک را دوستان قنجقه گاردی یا فرغون دیگه آورده این ساحه خاک شوی کرده و متراک رفته هم ده آوارکاری کرده. خیلی خوب شده هم که گودی دوستان گرفته شده. دیگه اینی تینه دور سرگه که کار کرده بسیار حساس. بیگای روز دیگه تا وقت روز دیگه نمیجه مصروفی کار مناسب. دوستان این ساحه هم کار کرده. من خواهم وسط سرک مینا خالی بود مثلا. دیگه اینا هم قدگاردی خواه کرده بنده خدا. کاکای جان بسیار زحمت میکشی، خدا تر خیر بده. جان تجاره؟ شکر فضل خدا. خوبی بخیر جان، تجور بخیر. زنده باشی. چطوری قدیخی گرمی؟ خوبه شکر دیگه. ها. قدر بیال یخ ریشته گرم بود. خیال سایه مایه رفت دیگه. آره سایه رفت دیگه. سایه که رفت یخ میشه دیگه، زمستانه دیگه آرخم باشه. آره صبح دیگه صبحم بارش گفته احتمال زیاد شاید برف دیگه بخیره. بارش گفته؟ آره. آره جور سلامت باشی. ماشاءالله بسیار زحمت کشیده این ساحه. دیگه کار که خیلی چقور بود نه؟ پیشتر هم اونجا آب جمع شد. یعنی جغلم دیره خوبه کوریایه. یعنی خوبه تخته میشه. آره. دیگه موتورا که باز بلش بوره دیگه تخته میشه بسیار چابکی جور میشه. آره. دیگه پایین هم میرخم که آوارزگیری ده سرک را هم ده سر بلا بخیر این مال ده سرشی چقدر چابکی نه جمپ نه جلو نه خیلی خوب شده از گاینه قدر خوب شده بیخی. آره جور باشی. واقعا تشکر. صادقانه زحمت میکشین. دیگه صبح می سر کار بارش بود دیگه نمیشه. بارش نکرد می. بارش نکرد می. آره بارش نکرد می. بسیار خوب. در اینجا صبح که می کار تا بیگار چطور روی مردم همراه تو یگان موتروان که تیر میشه یک دارپی 20 روپی دارپی. آره دارپی میگه دیگه خوب بودنش. آره خب بازم خدا رو شکر دیگه خلاصه کار ثواب است دیگه. کار سرک و این سرک از بیخی باید سهم بگیره. بیخی دیگه هر کس اندازه توان خود جور سلامت باشی. از که اینجا دی پیسه دیده موترونا جمع کردی چه قدر شه یا نه؟ همین تمام میشه که دیگه بایلا و گو 100 روپی 1.5 روپیش تشد. 100 روپی. آره. بازم خانه زید سابات که خلاصه تو مقدر زحمت میکشی. اینجا کار نی. دیگه خدا آره ما تایلات میگرده کنم ما میگم می سرک باید سایه جور شده. آره. دیگه سرک سایه جور شده بسیار خوب شده مثل آگ اسکاتور کار کرده. خب بازم دیگه مو کم جایی که خنجره خاک گادی یا مثلا چقوری پرش نه بسیار خوب میشه نه؟ نه خوب میشه. آره. بسیار خوب. جور سلامت باشی. پیام گفتنی بخشی دوستا خیرین دره ندره دیگه نمی سرک کار میشه. شاید خبر باشی که خیلی قرصدار هم است. دیگه اسکاتورای کار کرده پیسه نگرفته بنده خدا همش خلاصه زحمت کشته هر کس به نوبه خود خو. امیر خم انجینر صاحب دیگه خلاصه کم بود دیجا بسیار است. دوستا خیرین کمک کنه ان شاء الله. آره بسیار جور سلامت خیر باشی. بده مسافر خدا. آره خب دوستا در ساحه آروغنی هستیم. دیگه در قسمت ها دوستا جی کمر کار کرده. دیگه کارش واقع مانده بود. از طرف جوینه و کماد ساحه کار کرد. امیر خان پاکت باز دوستا یک چند سنگ سرونگی در این ساحه مانده. از جمله یک دونه که در تصویر مشاهده این شما دوستا دیگه که باید خلاصا نیاز در مواد و سرونگ و کارگر داره. دیگه کارش باقی مانده. در این ساحه هم دوستا یک مقدار کپرک در سرک انشالله این خاکپوری میشه. دیگه فعلا هم ساحات مهمترش کار نه.
یک سنگ سرنگی اونجا هم باقی مانده بود دوستان. دیگه اسکوتر فتح خان در ساحه دوستان کار کرده که در زمان اسکوتر زمان خراب بود، در کابل بود. دیگه اینجا کاملا کار شده، دیگه کارش باقی نمانده. حوزهات بالاتر دوستان بسیار خوب با اساس کار شده. 8 متر که پلان شده بود، این در مساحت دوستان سرک کاملا 8 متر تکمیله. دیگه باز دوستان در ساحه‌ای که خاکپوری شده بود دیگه بخیر در اونجا میرسیم بخشش رو نشان میدیم در تصویر که چقدر کار کرده. دیروز 2 موتر خاک برداری کار میکرد، یک اسکواتر دیگه که امروز هم اول صبح اسکواتر کار کرده در اون ساحه. خاکایی که باقی مانده بود اونا رو آوارکاری کرده. بریم سل کنیم که چی رقم یک سرک مانده بازم کارش مانده یا خلاص شده. دیگه دوستان در این ساحه هم جیکمر کار کرد دیگه، خلاصه که کار کرد پایین انداخت خاکایش را بسیار دیگه نیاز پاکت نبود، خودش انداخت طرف پایین بسیار اساس جور شده دیگه. 8 متر تکمیله. دیگه دوستان این شیلگاگای چخنه هست، اینا اگر داینده بودیجه باشه مثلا اگر پولچکش نه خیلی خوب میشه، در غیر از فعلا هم ضروریات سرک که کارش نه پرستاریم زیاده دیگه. دوستان امی راستا حمایت کن این سرک را انشالله که طبقی که پلان شده دوستان کارش نه بخیره. در این ساحه هم دوستان که رسیدیم فعلا سرک سابق از پایین بود که نه این سرک دوستان کشیدهش اینال با عرض بسیار خوب با دید کامل دوستان دیگه. این سرک پایینی بدیشی بود دوستان که پیشتر خیلی بد دید نداشت و همین هم خیلی سربله بود، از طرف پایین سربله بود دیگه. اینال دی نقشه کار شده دوستان بسیار خوب شک سرک هم نه دیگه. دید هم تا جای خوبه دوستان، دیدی کامل همین هم سربله هم خلاص شده دیگه بسیار خوب شده. میساعد دوستان پایین سرک سنگیره شده قنای اسکواتر تقریبا 2 روز این ساحه اسکواتر کار کرد دیگه بسیار خوب شی اساس هم نه. در این سربله دوستان همون سرک سابقه دیگه دیست نخورده، باز نیاز در کارم کم و بیش اگه داشته باشه اگر بخوای اساس با یک خاکپوریش نه یا مثلا خلاصه نظر در بودجه فعلا خوب برنامه پیاسخال است چون ساحه مهمتر است از مثلا مردم خیلی تکلیف نرده اونجی دیگه. در ساحه دوستان سرک نمی صورت باقی مانده کار نشده. همون سرک سابق که بوده باز زمینال خوبه 2 موتر رفت آمد نکنه دیگه، مشکل دید و یه چیزام نداره دیگه. فعلا برنامه ضروریات سرک دوستان که کار شنه بخیره. خب دوستان رسیدیم به ساحه‌ای که کار بود. دیروز کار کرده، امروز هم اول صبح کار کرده دیگه. دوستان ما که سلم شما سل کنیم چه یک سرک هم نده این ساحه بخیر که بالاتر تخت سنگ هم زیدهش نه دیگه بسیار خوب میشه. فعلا دوستان این ساحه دیروز خاکپوری شده دیگه. اول صبح که اسکواتر هم نه آور کرده پلیت زده بسیار اساس دیگه. در تصویر شما دوستان می‌بینید که این ساحه هم اول صبح از اینکه خاکش تازه قد اسکواتر خاکایش رو کش کرده آورده روی سرک دوستان. باز یک مقدار کم دیگه شاید این خاکپوری خلاصه اگر کنه خوب میشه، اگر نکنم دوستان در این صورت هم دیگه موتر کدام مشکل نداره راحت میتونه برش نبره دیگه. دم گیر دو تا یک هم نمخره دمی سربله دیگه. بسیار اساس هم نساهی دوستان این سربله که چالش هم نمیتونیم بگیم خو مثلا کار سرنگی سنگ باقی مانده یک مقدار دید را از بین برده، ولی موتر میتونه که همزمان از پالو یک دیگه عبور مرور کنه از ساحه، ولی باز یک مقدار مشکل دید دو ساحه تخت سنگ کارش باقی مانده دیگه. یک ساحه بالاتر هم یک مقدار سنگ سرنگی باقی مانده دیگه. در پایین در اونجی هم سنگ سرنگی باقی مانده، یعنی کارا دوستا باقی مانده بخیره دیگه. در این ساحات کاملا کار شد دیگه خلاص شدم ضرور شد دوستا دیگه. بخیر که اسکواتر بای فردا دیگه. فردا دوستا هوارم بارانی گفته معلوم نیه دیگه که برف میزنه یا نمیزنه. اگر برف زدم شما دوستا خبر میشین حتما
دیگه اسکاتور سل کنیم اگه سری کار ما بازم فردا بخششم ویدیو میگیرم و تهیانم دیگه نشر منم دیگه دوستا بیگای روز بودم زی مسیر که آمدم یک همون ساعت که آخرین دفعه کار شده آخرین گزارش های کاری را هم امروز بخششم بگیم دیگه که بخششم نشان دادم برنامه ها هم گفتم تشکر دیگه که تا ایدان با ما همراه بودین تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.